به قول پدر این دختر 15 ساله برای مخالفتش به ازدواج جزا گرفته است. کی موی سرت را تراشید؟ مادرم امر داد و اکویم تراشید. گفته می شود که خویشاوندان این دختر عروسی را بر پایه شریعت تشکیل کردند. در ازبکستان ازدواج‌های اجباری منع می باشند، ولی این پدیده وجود دارد. طبق قانون‌های ازبکستان سن ازدواج 18 سالگی می باشد. این دختر 15 ساله در ماه اوگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر برآمد. کاری آنها جنایت است. آنها دختری نابالغ را به شوهر دادند. من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟ طبق اخبار رسیده ازدواج این دختر از طرف مقامات تفتیش می شود.